دادگاه خوجند به بازبینی پرونده رهبر یک شرکت محلی وارد کننده اتومبیل شروع کرد که به سرکشی از سپردن نزدیک 3.5 میلیون سامانی مبلغ انداز و پرداختها به دولت عیبدار می شود. بررسی این پرونده روز 3 می در تالار دادگاه خوجند آغاز گردید. در کرسی عیبداری نبی جان ابراهیموف رئیس شرکت بپیش در ناحیه غفوراف نشسته است. او برای سرکشی از سپاریدن اندازها از شخص حقوقی به مقدار مخصوصاً کلان گمانبر می شود. بنا به تحقیق اولیه این پرونده که دادستانی خوجند انجام داده است، شرکت بپیش در طول تقریباً 2.5 سال از 1 سپتامبر سال 2015 تا آخر سال 2017 به مبلغ نزدیک 185 میلیون سامانی اتومبیل و قسم‌های احتیاطی به آن وارد کرده، ولی حدود 3.5 میلیون سامانی معادل نزدیک 40,000 دلار مبلغ انداز را پنهان داشته است. این را دو سنجش آژانس دولتی نظارت مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سوغد آشکار کرده است. ولی خود عیبدار شونده نبی جان ابراهیموف در آغاز مرافعه گفت که خود را قسماً گناهکار می داند و برخی نتیجه های سنجش ها را قبول ندارد. اکمل صبریدین زاده دادرس دادگاه شهر خوجند و رئیس مرافعه این پرونده گفت که شرکت بپیش بعد بازداشت 3 روزه و باز شدن پرونده علیه رئیسش ابراهیموف بیش از 2 میلیون سامانی انداز پنهان داشته از سوی این شرکت را به خزینه دولت پرداخت کرده است. گلینا یولداش و سرمحاسب شرکتی بپیش در مرافعه گفت که شرکتش توان پرداخت بیش از 1 میلیون سامانی دیگر مبلغ باقی مانده انداز را ندارد. او گفت که فعالیت شرکتش بعد پرداخت مبلغ اندازها به ضعف روبرو شده است و افزود که اگر قضیه تا دادگاه نمی کشید و به فعالیت شرکتش لطمه نمی زد، آنها مبلغ انداز پنهان داشته را قسم قسم از درآمد شرکت پرداخت می‌کردند. خانم یولداشeva در مرافعه پرونده رئیس شرکتش به حیث شاهد اشتراک دارد. او روز 3 می در دادگاه خوجند گفت که شماره و سندهای اتومبیل‌های وارد شده را به او رهبری کارخانه‌اش پیشنهاد می‌کرد و او از روی آن مبلغ اندازش را حساب و به حساب انداز پرداخت می‌کرد. نبی جان ابراهیموف رئیس شرکت بپیش در ناحیه غفوراف 65 ساله بوده. اختصاصش به گفته خودش معلم است. زمان تفتیش پرونده او در آزادی به شرط بیرون نرفتن از جای اقامتش قرار دارد. در روز اولی مرافعه دادگاه 3 شاهد به شمول سرمحاسب شرکت بپیش را بازپرسی نمود.